به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. هر کسی از شما به کانال ما مهمان میشوید، حتما تکمچه پادپیساتسیا را زیر کرده نوارهای ما را با دقت تا آخر خوب گوش کنید. یروشلیم، یعنی در قدوس قبر باز شد که گویا در آن قبر عیسی علیه السلام دفن کرده باشد. البته ما مسلمان ها وفات نکردن عیسی علیه السلام را می‌دانیم. الله تعالی او ذات را به حضور خود گرفته بود، اما در یروشلیم عیسی علیه السلام دفن شده است. گویان قبر را باز کردند. این قبر زیاده از 1500 سال پیش با سنگ مرمر پوشانیده شده بود. چند سال پیش عالم خریسیان ها قرار کردند تا قبر را باز کنند. باز کردن قبر آسان نبود، زیرا با سنگ مرمر پوشانده بودند. برای باز کردن این قبر زیاده از 60 ساعت وقت صرف کردند. همین طور این قبر به داخل یک کلیسا جا شده بود. ارخیولوگ ها با دلیل پیشینه اشان کار کردند، یعنی با نویسنجات پیشینه خریسیان ها. یعنی در آن سنگ مرمر نوشته شده بود که گویا در اینجا عیسی علیه السلام خواب باشد. این قبر سال 326 از سوی مادر امپراتور کنستانتین خلین آماده کرده شده بود. بعد باز کردن این قبر از داخل چیزی نبرآمد و در آنجا برای به عیسی علیه السلام چیزی را دریافت کردنشان، جستجو نمودنشان غیر امکان بود و بیفایده بود. اما غیر از این دو سنگ کلان دیگر چیزی نبرآمد. این دلیل است که عیسی علیه السلام نمرده است و به نزد الله رفتنش بر همه ما معلوم است. بیشک حضرت عیسی علیه السلام، یعنی خداوند او ذات را به حضور خود پذیرفت.